راز خاموش شدن ایران پس از هخامنشیان. چه کسی تاریخ ما را پنهان کرد؟ اگر کوروش باز میگشت و سرنوشت ایران را امروز میدید، چه میگفت؟ چگونه کشوری که روزی نیمی از جهان را زیر پرچم انسانیت داشت، به خاموشی فرو رفت؟ این ویدیو فقط مرور تاریخ نیست، بازگشت به حقیقتی است که قرنها پنهان مانده. حقیقتی درباره سقوط امپراتوری که نه دشمن بلکه غرور و تفرقه از درون نابودش کرد. با من بیا تا سفری کنیم از شکوه تخت جمشید تا ویرانی آن، از فریاد آزادی کوروش تا سکوت سنگها. دوران شکوه، طلوع امپراتوری. ایران باستان نه فقط با شمشیر بلکه با اندیشه ساخته شد. کوروش، مردی که حتی دشمنانش او را ستودند، امپراتوری ساخت که بر پایه آزادی و احترام بود. او ملت‌های شکست خورده را برده نکرد بلکه آزادیشان را بازگرداند. داریوش با ساخت شاهراه‌ها نظام اداری بی‌نظیر ایران را به قلب تپنده جهان تبدیل کرد. از مصر تا هند همه زیر نظم و قانون ایران زندگی می کردند، نه از ترس بلکه از احترام. در آن دوران تخت جمشید تنها کاخ نبود، نماد نظم و شکوه یک تمدن بود. تمدنی که در اوج قدرتش به جای نابودی دیگران برای پیوند ملت‌ها تلاش می‌کرد. دوران فروپاشی، سایه‌های تفرقه. اما هیچ نوری تا ابد نمی‌درخشد. پس از مرگ خشایارشاه درباریان درگیر قدرت شدند. شاهان بعدی نه روح کوروش را داشتند، نه تدبیر داریوش را. تفرقه از درون آغاز شد، میان اشراف و مردم، میان ارتش و دربار. یونان با شمشیر نیامد، با اندیشه نفوذ کرد. فرهنگ، هنر و فلسفه یونانی آرام آرام وارد کاخها شد و کم کم روح ایران را از درون تغییر داد. وقتی اسکندر حمله کرد، ایران دیگر آن شیر زخمی پرغرور نبود. او از درون خسته و فرسوده شده بود. در آتش اسکندر فقط کاخها نسوختند، تاریخ سوخت. دوران خاموشی، پس از هخامنشیان تا ساسانیان. پس از سقوط ایران میان شاهان خارجی تقسیم شد. سلوکیان آمدند، سپس اشکانیان برخاستند، ولی روح آن یکپارچگی کوروش هرگز باز نگشت. جنگ‌های داخلی، شورش‌ها، رقابت با روم ایران را خسته تر کرد. با آمدن ساسانیان دوباره شعله‌ای از شکوه روشن شد، اما نه به روشنایی گذشته، چرا که ایمان و مردم از درون شکسته بودند. دین رسمی و تعصبات مذهبی شکاف تازه‌ای میان مردم و حاکمان انداخت، بلکه رقابت برای قدرت و ترس از تغییر. دوران جهان جدید، یورش‌ها و خاموشی نهایی. وقتی اعراب از صحرا برخاستند، ایران ساسانی دیگر رمقی نداشت. جنگ‌های طولانی با روم و مالیات‌های سنگین مردم را خسته کرده بود. بسیاری از شهرها پیش از رسیدن دشمن تسلیم شدند و این گونه ایران پس از 1000 سال در برابر موجی از ایمان شمشیر سقوط کرد. اما سقوط نظام پایان تمدن نبود. فرهنگ ایرانی در دل اسلام زنده ماند و دوباره جهان را دگرگون کرد. ولی شکوه باستان در سنگ‌های خاموش بنای تاریخی پرسپولیس دفن شد. بازگشت به حقیقت، راز خاموشی ایران. شاید دشمنان ایران را شکست دادند،
اما آنچه تمدن را نابود کرد درون خودمان بود. غرور، تفرقه و فراموشی آرمان‌های نخستین. وقتی انسان‌ها هدف را گم کنند، تاریخ همان اشتباه را تکرار می‌کند. از هخامنشیان تا امروز همیشه وقتی متحد بودیم جهان از ما می‌آموخت و هرگاه تفرقه افتاد جهان بر ما چیره شد. تاریخ فریاد می‌زند ایران با شمشیر نباخت، با فراموشی باخت. فراموشی عدالت، آزادی و خرد، سه پایه‌ای که کوروش بر آن امپراتوری ساخت. بازگشت به حقیقت بازگشت به گذشته نیست، بازگشت به ریشه هایی است که ما را جاودانه می کرد. شاید وقتش رسیده که از دل سنگ های خاموش دوباره صدا برخیزد، نه صدای پادشاهان بلکه صدای ما، فرزندان همان سرزمین. اگر هنوز باور داری ایران می تواند برخیزد، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن چون تازه اول راهیم و کانال رو دنبال کن تا با هم در ویدیوهای بعدی سفرمان را از دل تاریخ ادامه دهیم.